به نام خداوند که قطره مهرش دریایی از آرامش است و نفسی از یادش ابدیتی از امید. درود بیکران بر پیامبر مهر و محبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که با خلق عظیمش جهان را با زیبایی اخلاق آراست. درود و سلام خدمت استاد نهایت ارجمند، دوستان گرامی و حضار فریخته. مفتخرم که امروز فرصت دارم دقایق را در محضر شما فریختگان و بزرگواران صحبت نمایم. در روزگار بسر میبریم که پیشرفت‌های علمی و فناوری مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و جهان را به دهکده جهانی بلند ساخته است. اما در میان این شتاب پرهیاهوی تمدن بشر پرسش بنیادین همچنان بی پاسخ باقی مانده است. ما کیستیم؟ سخن امروز من دعوتی است به سفر به درون خویش، سفری که در آن مقصد بیرون از ما نیست بلکه در اعماق وجودمان نهفته است. خودشناسی، این واژه دیر آشنا اما کمتر شنیده شده، کلیدی گشودن درهایی است که ما را به آرامش، آگاهی و تعالی می‌رساند. خودشناسی یعنی آگاهی از هویت فردی، یعنی درک روشن از توانایی‌ها، کاستی‌ها، باورها و ارزش‌ها. خودشناسی مقدمه است بر هدفگذاری صحیح، تصمیم‌گیری هوشمندانه و زیست اخلاقی. در عصری که فردیت با هجوم الگوهای تحمیلی تهدید می شود، بازگشت به درون نوع مقاومت فرهنگی و اخلاقی محسوب می گردد. انسان اگر خودش را نشناسد چگونه می تواند رسالتش را در جهان بیابد؟ در جهانی که روز به روز پیچیده تر می شود، تنها کسی در مسیر می ماند که چراغی در درون خود افروخته باشد. در فرهنگ اسلامی نیز خودشناسی جایگاه بارزشی دارد. دین مقدس اسلام انسان را خلیفه خداوند و اشرف مخلوقات می داند و قطعاً شناخت این جایگاه بالا جز از راه تفکر و خودشناسی امکان پذیر نیست. خودشناسی به معنی این است که انسان مقام واقعی خویش را درک کند، بداند که او آزاد، مختار و مسئول خویشتن، مسئول افراد دیگر، مسئول جهان و بهتر کردن جهان است. انسان امانتدار الهی است که بر حسب تصادف بر دیگر موجودات برتری نیافته است و در معرفت از فرشتگان پیشی میگیرد. چه خوب است در اینجا به سخن زیبایی از امام علی علیه السلام اشاره کنم که می‌فرمایند نابود شد کسی که ارزش خود را ندانست. چه جمله‌ای رساتر از این در بیان واقعیت تلخ بی‌اعتمادی به خویشتن. این یعنی اگر ما ندانیم چه توانایی‌هایی داریم و چه ظرفیت‌هایی در وجودمان نهفته است، خود را کوچک می‌پنداریم و از مسیر رشد باز می‌مانیم. در پایان به عنوان حسن ختام این محفل اندیشه یادآور می‌شوم. شناخت خویشتن نه مقصد دور بلکه راهی است که با هر نگاه صادقانه به درون آغاز می‌شود. دوستان گرامی، بیایید بار دیگر خود را بخوانیم، خود را بشنویم و به خویش بازگردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.